بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تمامی عزیزانی که همراه هستن با بنده در آموزش تکنیکال مقدماتی. امروز تصمیم دارم که بحث خطوط مقاومت و حمایت رو برای عزیزان توضیح بدم با توجه به تعریف تحلیل تکنیکال که تأکید داره بر این که با توجه به گذشته هر سهمی در چارت می شود آینده اون رو پیش بینی کرد. یعنی هر اتفاقی که در سهم میفته در چارت مشخص است در نمودار، و اما خطوط مقاومت و حمایت در یک سهم و در یک نمودار در نقاطی ایجاد میشن که قبلا سهم در اون نقاط برگشت هایی رو داشته و پیوت های اصطلاحاً شاهد بودیم. برای مشخص کردن پیوت ها قبلا هم توضیح دادم، استفاده از اندیکاتور زیگزاگ توصیه میشه. این اندیکاتور همونجوری که میبینید با انتخابش روی چارت نقاط بازگشت رو مشخص میکنه و شما میتونید نقاط بازگشت جهت تعیین مقاومت و حمایت شناسایی بکنید. ما بعد از اینکه نقاط بازگشت رو شناسایی کردیم با استفاده از خطوط افقی این نقاط رو به این شکل علامت گذاری میکنیم. ببینید دوستان، الان نماد کشتی به این خط حمایت محدوده 1400 تومان واکنش هایی رو داشته و سهم در این نقاط بازگشت هایی رو تجربه کرده. همونجور که میبینید ابتدا تاریخ 26/4 یک مورد بازگشت داشته، یک پیوت داریم که بعدش قیمت با افزایش همراه بوده. بعد از اون اینجا حمایت رو از دست داد، اومده پایین تر در لول 1190 یا حالا حدود 1200 محدوده 1190 که قبلا هم سابقه بازگشت رو در سهم داشته حمایت شده. در این نقاط بازگشتی در صورتی که قیمت سهم پایین تر از اون خط باشه، اصطلاحاً میگیم این خط مقاومت از افزایش قیمت جلوگیری میکنه، یه جوری مقاومت ایجاد میکنه برای افزایش قیمت. اینجا چیزی که عذرخواهی میکنم قابل مشاهده است، تو این محدوده خط مقاومت مانع افزایش قیمت شده این نقطه و مجدد یک مقداری قیمت سهم کاهش پیدا کرده. و اون نقاط حمایت نقاطی هستن که پایین تر از قیمت فعلی نمودار هست، قیمت فعلی سهم. در این نقاط ما انتظار داریم که سهم حمایت بشه و دیگه بیشتر از اون کاهش قیمت سهم رو ما نداشته باشیم. در این نقاط اصطلاحاً ساپورت و حمایت میشه و سهم به روند صعودی وارد میشه. اینجا همونجوری که میبینید دوستان دقت داشته باشید، تو این محدوده اینجا به عنوان یک مقاومت عمل کرده، مانع افزایش قیمت شده، و اینجا به عنوان یک حمایت، خط پایینیش به عنوان یک حمایت که پس از برخورد به این خط سهم افزایش قیمت داشته. اما لول حمایتی قبلی رو پایین تر رو اگه دقت داشته باشید، اینجا یک مورد، اینجا هم چندین مورد
خط باعث کنترل قیمت سهم شده و مدام بهش واکنش داده و به نوعی یک حمایت معتبر رو اینجا ما شاهدش هستیم. پس اینجوری شد که چنانچه اون خطی که ما رسم کردیم و قبلا سهم در اون بازگشت داشته، چنانچه اون خط بالاتر از قیمت فعلی باشه براش مقاومت میشه و چنانچه پایین تر باشه میشه حمایت اون سهمی که ما داریم بررسی میکنیم. یعنی این خط حمایت باعث میشه که بیشتر از این قیمت سهم کاهش پیدا نکنه و مقاومتی که مقابل هست باعث میشه که افزایش قیمت سهم با تأخیر مواجه بشه یا حداقل برخورد به این خط مقاومت مجدد با کاهش قیمت مواجه باشیم. یک موردی در خصوص شکست مقاومت و حمایت هست، یک بحثی هست به عنوان پولبک که حتما دوستان شنیدن. پولبک یا بوسه خداحافظی معمولا پیش میاد در زمانی که یک حمایت شکسته میشه، مجدد قیمت به سمت حمایت یا مقاومت حرکت میکنه و اون رو تست میکنه. اینجا اگه دقت کرده باشید یک بار مقاومت برای سهم کار کرده و باعث کاهش قیمت شده و مجددا میبینیم که کندل ها به سمت این مقاومت دارن پولبک میزنن. احتمال داره اگه نتونه این مقاومت رو بشکنه بشه پولبک و مجدد قیمت سهم کاهشی بشه از این ناحیه. یعنی احتمالا از این ناحیه اگر نتونه این مقاومت رو بشکنه اینجا میشه ناحیه پولبک و مجدد سهم احتمال داره که ریزش داشته باشه. در شکست خطوط روند هم به همین صورت هست دوستان. پولبک در شکست خطوط روند هم قابل پیش بینی هست، چون فرض کنید چنین خط روند داشته باشیم، سهم پس از شکست این خط بدین صورت که بشکنه خط رو، احتمال داره که این خط فرض کنید اینجا شکسته بشه خط روند، احتمال داره اینجا یه افزایش داشته باشه و مجددا یک تست بکنه خط روند رو، مجددا وارد فاز صعودی بشه. و از این پولبک رو توجه داشته باشین که پس از شکست خط حمایت، خط مقاومت و حتی خط روند هم احتمال داره پولبک رو ما شاهدش باشیم. این رو دوستان زحمت بکشن رو چارت‌های مختلف تمرین بکنن که براشون قشنگ جا بیفته. تا جلسه بعدی و موضوع بعدی دوستان رو به خداوند بزرگ میسپارم.